مثلا در یک شرکت کار میکنیم، بعد از 6 ماه گفتیم اتفاقی پولی تعطیلی برآمده میشود. باز همین که بغیر از همین 1 ماه کار کنیم اویدیکامون، باز همین پولی تعطیلی داده میشود. برای مسلمان همین پولی تعطیلی گرفتن جایز است، بله، لیکن کار کارخانه 3 نکرده. ماه با کاری نکردگیتون هم پول میتید کارخانه همین خیل. مثلا 6 ماه کار کردیم، باز برای اتفاقی گفتیم کاری مثلا تعطیلی که مثلا 22 روز داده میشود، همین پول رو گرفتن جایز است. بله جایز است. این مثلا از همین پنسه به اصطلاحی کهنه، یعنی نفقه ای که پیرمردای و پیرزنان میگیرن یا عموما آدم نفقه میگیرد کو، نفقه در سیستم جایهای ما در شوروی خطا هست. اسلوبی نفقه چخیل نفقه چخیل از اویلیکش گرفته میموند. این کار خطا است. در دیگر دولت ها نفقه چخیل است. نفقه من این آدم برای ما کار کرده ایستاده است. فرض کردیم در همین شبکه 10 سال خدمت کرد یا 20 سال خدمت کرد، هر ماه اویلیکش میدادیم. اکنون پیر شد، گفت که دیگه من چشمم نمیبیند، مثلا یا مونده شدم منتجا و یاش نو شد، قایده هاش نو شد، دیگه اکنون نمیتونیم جاش به جوانتر کار بگرفتیم. مثلا ما این اویلیکش در وقتش دادیم، لیکن برای آنکه 20 سال خدمت کرد با همین اویلی که میتیم یا که 10% میتیم همچون نفقه همچون نیکی از جانبی خودمو خیر و اضافگی. اما این نفقه هایی که مثلا من روسیه و دیگه جاها میکنه چه میکند؟ از اویلی که تون خب بدون اجازت تو میگیرد. مثلا اویلی که تو $1000 بشه $100 گرام بوده، شما $900 اویلی میده، این $100 جمع میکنه در نزد خودش، با این نلاگ میگیرد. بعد اینکه شما مثلا 63 در آمدید، بعد از همین پولی خودتان با آشوره ایستاده به یک عذاب رفته میگیرید کم کم، با از نوگی و نلاگ میگیرد. این گجاش خیر است و گجاش نیکی است، و پولی خودتان است. ما اون پولی مردم ته نغزی میکرده باشی برای اون که در زوادی تو مثلا همین آدم 20 سال کار کرد، 30 سال کار کرد، 40 سال کار کرد، زوادت با آبروش برداشت، مهنت کرد. اکو خیر کن، اگر خیر کردن اویلیکش قبیده جمع نکن. این نفقه نادرست همین راهش. فهمیده؟ دوزی برادر رو من از یکی عبارت درباره نفقه هم گفته گذاشتم. همین سیستم نفقه پنسه خطا هست همین. یعنی در بعضی کشورها من دیدم، من در بعضی کشورها مثلا اویلیکش $5000 یکم سالی کار کردگیتون اویلیکتون $5000 سال آینده 5300 میشه. چون که علاقه امسال شما 1 سال استاژی کاری دارید، از وای سال شما بهتر هستید. علاقه 5300 سال آینده 5600 سال آینده 5900 رفتم میگیره تا 60 در آمدن. 60 که در آمدید گشته اتوماتیک که به 5 میفراید، شما پنسیون مورد 5 میتی از دولت. همچون ایسوبی خودش خیر، اپولی شما کنده موندگی نه، اویلی که تون دوزده موندگیش نه، هم تو خیر. یعنی این پنسیون درست است. من این کار هم خوب است. یعنی مثلا 3 ماه کار نمیکنید لیکن دولت پول میتید برای شما، چون که 6 ماه کار کردید، 9 ماه کار کردید میتید. این کاری خوب است. انا خیلی سیستم یاد گرفتم، حلال است برادر.